کمیته تفتیشاتی روسیه برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی نسبت به یک جوان تاجیک پرونده جنایی باز کرده است. الکساندر باستریکین رئیس این کمیته دستور داده است که اوید بر رفت تفتیشات شخصا به او معلومات دهند. طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نواری دعوای یک جوان تاجیک با پیرزن روس که میخواست نقاب همسفرش را از سرش بکشد چرخ میزند. بحث و دعوا در متروی فیلاتوفلوگ روز 31 مارس سر زده است، اما نوار روز 15 اپریل رسانه‌ای گردید. در این نوار پیرزن روس با ایراد میخواهد که نقاب جوانزن تاجیک را از رویش بردارد و این را عکس برداری میکند، اما همسرش که همراهش بود به این عمل زن روس واکنش کرده او را تله میکند و دستگاه نوار برداریش را از دستش میگیرد. نسبت به این شهروند 21 ساله تاجیک پرونده باز شده با قرار دادگاه ناحیه شیربینسکی او را 13 شبانه روز از آزادی محروم کردند. پیرزن روس را نیز 7 شبانه روز حبس کردند. به نوشته رسانه‌های روسی این پیرزن ناتالیا مدودوی 61 ساله سابق روزنامه‌نگار بوده است.